دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حال همتون معمولی باشه. امروز اومدیم با یک سری از آقای فراستی که این دوران خیلی بهش جدیدن توجه شد، با توجه به اینکه حرفهایی زده در مورد یک سری از بازیگرایی که اصلا از نظر من که نه، ولی خب از نظر بقیه بازیگرا همشون صلاحیت این حرفا رو نداره. میتونه انتقاد بکنه، همه باید انتقاد بکنن از هر چیزی که دلشون میخواد، ولی مدل انتقاد آقای فراستی اصلا قشنگ نیست و حرفهایی میزنه که اصلا من در صحنه خودم نمیبینم که بخوام این حرفا رو بزنم. اول بریم یک سری از این حرفایی که زده رو ببینیم، بعد برگردیم و من یه ادامه توضیح بدم و دوباره بریم یه ویدیو ببینیم. نظر من آقای اصلانی جزو 3 الی 4 تا بازیگر برتر ایرانه. این نظر اول منه. خوبه نظرت باشه. خب من قبلا نظر تو رو داشتم اصلانی رو تا 7 سال پیش 6 سال پیش. الان فکر میکنم اصلا دیگه بازیگر نیست. اصلانی نشسته بالای یه قبر دیگه، دوربین لامنگر اونم با اون هیکل که الان خدا نگهش داره، کاری بینش ندارم، ولی نه چهره نه بازی نه هیچی. میمون بازی که در میاره چیه و چرا میخندنه؟ کجا این خنده داره؟ پایتخت یه سریاله کوچولو بود، قصدشم خندوندم بود. تنامنده استعداد اینو داشت که این کار انجام بده و همچنان میشه تنهایی عمده بازی شد تماشا کرد و زده نشد. یه جاهایی هم قابل دفاع. خواهرش عینکی اسمش نمیدونم چیه، خوبه. بازی ها متوسط قابل تحمل، منهای این میمون بازی و این آدمه که جدید اومده خودشو میمون کرده و اینا که توهین آمیزه، بازی فد بده، من نمیدونم چجوری پیچیده تو شما که به همه فیلم ها گیر میدید و نقد میکنید، چرا خودتون فیلم نمیسازید؟ مثل اونی که تو به یه مربی درجه یک فوتبال بگی چرا نمیری گل بزنی؟ کارش اینه که مربی. من کارم نقده، کارهای دیگران کارشون ساختن. نقد یه مدیوم جداست، خیلی مهمه برای هنر، اگر چیزی به اسم هنر قائل باشی. این دو تا تخصص کاملا جداست و اصلا همش ارتباطی هم نداره. خب عزیزان، تا الان متوجه شدی که دارم در مورد کی صحبت میکنم و اصل منظورم در مورد کیه. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که یه برنامه‌ای ساخته شده که توش دیس و دیس بازی خیلی زیاد بوده و آقای فراستی که همیشه میشه کنار و بقیه باید حرفاش رو گوش بدن. الان آقای فراستی رو گذاشتنش کنار و بقیه باید حرف بزنن بهش، نه اینکه بقیه حرف بزنه و لال میشه وقتی این حرفا رو از کسایی میشنوه که واقعا برای ما خاطرات خوش زیاد ساختن، از خنده بازار و استندآپ کمدی تا فوتبال که آقای فیروز کریمی هم توی این ویدیو بوده. بریم ویدیو رو ببینیم و من واقعا به شخص دلم خنک شد. بریم ویدیو. از قدیم گفتن که از کوزه همان تراوت که در اوست. همون برون تراوت که در اوست. در شما چی های فراستی؟ نوشیدنی مورد علاقه شون که قهوه است، رنگ مورد علاقه شون که قهوه‌ایه، کل سینمای ایران هم که قهوه‌ای کردن. چرا تلخی مرد؟ چی بگم؟ تو فکر شیرینی؟ نه من که فکر نمی کنم، ولی حق میدم، چون از همنشینی با تروفو و گودال رسیده به افخمی و گبرلو. شما بودی واقعا اوقاتون تلخ نمیشه. بدترش رو خلاص سراغ نداری. نشستم اینجا با شما ها. آقای فراستی مصداق بارز از عرش به فرش اومدنه. باش مهربونتر باشی، گناه داره دیگه. درسته که 7 سال زندان بوده، ولی مسعود مجرم نیست. آره مریضه، مرض نقد داره. یعنی اعتماد به نفسی که استاد داره اگه کود انسانی داشت الان به جای مشک داشت خرید فروش می‌کرد. من زیاده گویی نمی‌کنم. چه کردی؟ چه کردم؟ مسعود فراستی تنها کسیه که با هیچ کسی تو سینما ایران تعارف نداره. با بولدوزر از رو آدما رد میشه، شخم میزنه. قشنگ شخم میزنه. به نظر من به این ترتیب میتونیم بهش بگیم خیلی منتقد شخمیه. شخمی ترین منتقدیه که من دیدم. انصافا اعتبار سینمای ایران رو کاهیدن. اعتبار سینمای ایران کاهش دادن. فیلم میفروشه، فیلمو میزنه. اسکار میگیره، فیلمو میزنه. کن میره، فیلمو میزنه. اصلا خودشون البته یه جا توی فیلم گفتن از 17 سالگی شروع کردن میزنن. این مشکل از 17 سالگی در استاد بیدار شده، تو 50 سالگی همچنان ادامه داره و دیگه نخوابیده.
حالا دیگه هر چند سنشون میره بالا بدتر داره میشه دیگه. من دیدم فیلم اسکورسیزی رو زدم، بزرگترین فیلمساز دنیا به اعتقاد خیلی‌ها، برنده اسکار، بفتا، کن، میگه جای دوربین اونجاست. استاد فراستی منتقد برنامه گبرلو به افرین میگه اونجا اشتباهه، جای دوربین اونجاست. چون بالاخره این فیلم جایزه بهترین فیلم برداری هم برد اتفاقا تو اسکار. از آقای فراستی هیولا ساخته بودن، فقط من اومدم اینجا دیدم به لحاظ شکلی از هیولا خیلی زشتره و ایشون ظاهرا هیچ سابقه‌ای در عالم هنر نداشته، فقط به عنوان اینکه بخواد مطرح باشه تو این جمع هنرمندا، چون نه چهرهشو داشت، نه وجاهتشو داشت، نه فیزیک مناسبی داشت برای این کار. واسه اینکه وارد خانواده هنر بشه، من فکر کنم بحث نقد رو انتخاب کرده و خوب راهی هم انتخاب کرده، چون هیچ چیز دیگه به این نمی اومد. اگر هم میخواید انتقاد بکنید، انتقاد و اراجیف رو از همدیگه متمایز کنید. تنها وجهی که میشه به مسعود نقد نکرد ظاهرشه، نه به این دلیل که ظاهر خوبی داره ها، به این دلیل که در انتخاب ظاهرش نقشی نداشته. آقای فراستی عزیز، اگر بی پدر جمله بی پدر فحش نیست، پس ما میتونیم به شما بگیم توی بی پدر مادر اینجا چیکار میکنی؟ شما برمیگردی به آقای کیارستمی میگی که ایشون پدر مادر نداره، ما میتونیم به شما بگیم که زیر بوته‌ای؟ اگرم بپرسی زیر بوته‌ای چرا گفتی، بگیم منظور اون برای چهارشنبه سوری بوده. لطف کنید اگرم میخواید انتقاد بکنید، انتقاد و اراجیف رو از همدیگه متمایز کنید. تشکر میکنم ازتون، همه رو به خدا میسپارم. خب دوستان عزیزم، مرسی که تا اینجای ویدیو من همراه بودید و اسم من عمرانه و ممنون میشم اگر از این ویدیو و از این چنین ویدیوها دوست دارید حتما چنل رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و یادتون نره که حتما کامنت رو بذارید که توی اون قرعه کشی شرکت داده بشید. یادتون نره که سرشار از پول باشه جیبتون و امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه و خنده روی لباتون. امیدوارم که مثل من هم که شده کمی از این ویدیو لذت برده باشید و دلتون خنک شده باشه، چون این آدم اصلا آدمی نیست که بشه با خیال راحت از بغلش رد شد و هرس نخورد. امیدوارم تا ویدیو بعدی ببینمتون و تا ویدیو بعدی فعلا چاکر.